برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما استودیو مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 اپریل اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. حاصل سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه، تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری را امضا کردند. از کار با یک پتنت در چند منطقه تا طلب مقامداری روس برای برابر نمودن شرایط مهاجران با شهروندان روسیه. و کشاورزان در ناحیه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امیدواران دارند که امسال آب به هر دو طرف میرسد. آب بالا زیاد باشد به تقسیم کرده میشد. خوجندم گیرد، مایم گیرم، نوبت خطی میشه. لیکن این آب کمانده هیچ کم گارانتی نمیده. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل با سفر دولتی وارد پایتخت تاجیکستان شد. میرزیویف را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان شخصا استقبال گرفت. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان الشیر ظریفی و شهلای عبدالله. تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. مهمترین آنها عهدنامه همپیمانی میان تاشکند و دوشنبه است. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف زیر آن امضا گذاشتند. سازشنامه‌های دیگر در بخش‌های سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت عضوقواری و فرهنگ بودند. اما درباره این سندها تفصیلات زیاد داده نمی‌شود. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف پس درهای بسته صحبت کردند. بعد این راهبران دو کشور در نزد خبرنگاران گفتند که صحبت و مذاکرات آنها در فضای سازنده و همدیگر فهمی انجام شد. امومالی رحمان از آن توصیف کرد که دادوگرفت تاجیکستان و ازبکستان دوام 7 سال اخیر 40 برابر افزوده است. شوکت میرزیویف هم از رشد همکاری‌ها توصیف کرده گفت در شرایط فعلی کنار تاجیکستان می‌ایستد. در جریان این سفر شوکت میرزیویف در برنامه کنسرتی شام دوستی اشتراک می‌کند و همچنین بینای نوی سفارت ازبکستان را افتتاح می‌کند. شوکت میرزیویف باری آخر ماه سپتامبر سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. روابط تاشکند و دوشنبه بعد سر قدرت آمدن میرزیویف بهبود یافت، مرزها باز شده، نظام روابط بکار شد. رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه اوید به رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر به ضرورت احترام حقوق مهاجران کاری اشاره کرده است. به قول والری فادییف باید کودکس مهنتی روسیه به چون و چرا رعایت شود. به گفته این منصبدار، کارفرمایان روس باید نه تنها رعایت کودکس مهنتی را در نسبت کارگران خارجی تامین کنند، بلکه برای مهاجران شرایط شایسته زندگی را فراهم آورند. به قول او پوشیده نیست که برخی از مهاجران مهنتی در تهخانه‌ها زندگی می‌کنند که این غیر قابل قبول است. فادییف اینچنین تاکید میکند که سیاست مهاجرت باید بر ضرورت حل مشکلات معین اقتصادی ملی در بخش‌های مشخص و منطقه‌ای که واقعاً به نیروی کاری نمیرسند اساس یابد. همزمان این منصبدار پیشنهاد خود را در مورد کم کردن شمار مهاجران در روسیه ارائه کرده است. از نگاه او اگر برای کاری انجام می‌شده مزد بیشتر بدهند تا روس‌ها آماده می‌شوند به جای مهاجران کار کنند. حقوق کاری مهاجران و شهروندان روسیه را برابر کردن لازم است. آنگاه شاید معلوم شود که جلب مهاجران چندان فایده آور نیست و شاید این پول را به شهروندان روسیه پرداخت کردن بهتر باشد و اگر معاش زیاد شود شاید پیدا کردن شهروند روسیه برای کار آسان‌تر گردد. وزارت مالیه روسیه لایحه قانونی را تهیه نموده است که بر پایه آن مهاجران کاری بر اساس یک پتنت میتوانند در چند منطقه این کشور کار کنند. تشبث زیرین در حال امکان پذیر میگردد که اگر مقامات این منطقه ها با همدیگر سازشنامه داشته باشند. این تغییرات به قانون با دستور نخست وزیر میخائیل میشوستین و معاون نخست وزیر تاتیانا گولیکова تهیه گردیده است. در صورت قبول شدن آن تغییرات علاوه ها بعد از یک ماه انتشار رسمی به حکم اجرا می‌دراید. فعلا پتنت برای کار تنها در یک منطقه داده می شود و اگر مهاجر خواهد در منطقه دیگر کار کند باید برای پتنت نو به مقامات محلی مراجعت نماید. در چند ماه اخیر نام جوانان توجیک با گمان دست داشتن در عملیات تروریستی رسانه‌ای می شود. بسیاری ها بر این نظرند که فضای سالم ایدئولوژی در تاجیکستان ناکامل و آلوده به عقیده‌های افراطی است. این فضا را کی اداره میکند؟ همکارم میرزا نبی خالقزاد در نشر نوبتی برنامه گپ آزاد همین موضوع را با محیدین کبیری رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بحث کرده است که حالا یک پاره‌اش پیشنهاد شما می شود. این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی
ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئال پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما؟ ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی مولا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید نشان دهد که چجوری مثلا دایه چی کاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. جناب کبیری، نظری شما چی است؟ مرحبا. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون شما فکر نمی‌کنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستاده است؟ اینطور به نظر نمی‌رسد؟ نه، ببینید رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تأسیس رسانه هست، نه یگان کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. بینندگان عزیز، شکل کامل برنامه گپی آزاد رو روزی 21 اپریل در آزادی ویدیو یوتیوب، فیسبوک و سامانه رادیو آزادی میتوانید تماشا کنید. من برنامه را ادامه میدیم. از لحظه بازداشت خبرنگاری رادیو آزادی السو قرمش و در روسیه 6 ماه گذشت. در این روز بعضی از سازمان‌های حامی حقوق دیگر باره از مقامات روسیه خواستند که او را آزاد کند، چون در بازداشتگاه وضع سلامتیش خوب نیست. کیومرسی اتو تفصیلات دارد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگاری رادیوی آزادی السو قرمشوا تنقید کرد. قرمشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و بی قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. خود قرمشوا روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای 2 نفر همگی 5 متر مربع است و آب گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمشوا از لحظه بازداشت تا حالا نتوانسته است که با شوهرش، مادری پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواستی به تکرار او را برای مراجعت به کنسولگری امریکا رد نمود. او همزمان شهروندی امریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری امریکا این نقض دغلانه کنونسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت امریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌های خود را برای رها کردن السو قرمشوا بیشتر کنند. السو قرمشوا که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده صاحب شهروندی دوگانه روسیه و امریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه امریکایش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد،
10,000 روبل یعنی بیشتر از $100 آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السوق قرمشوه و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش جزا می‌دهد. برمیگردیم به تاجیکستان. دهقانان ناحیه‌های مرزی در ولایت سوخت بر رغم زیان‌های سال گذشته زمین‌های کشتشان امسال از حاصل امید زیاد دارند. آنها میگویند از دوره آبیاری برای تامین آب پالیزی تا اندازه دل پر شدند. مقامات دو کشور هم در آغاز امسال بارها مخصوص برای آبیاری زمین‌های کشتی منطقه‌های نزدیک سرحدی دیدار و ملاقات کردند. فرزند محمدی از زمین‌های کشاورزی ناحیه جبار رسولov و باباجان غفورov گزارش می‌دهد. سال گذشته بارانگری هم نشد، آب نشد. همون گکتارش 300-400 کیلوی غله داد. همون رسخودهای یگان تش پوشاندن نتونست. بهار سال گذشته زمین‌های کشاورزی خواجگی دهقانی مدنیت در ناحیه جبار رسولov چنین سبز و سیراب نبود. درخت‌هایش از بیابی پژمرده شده و زمین‌هایش سوخته بودند. آثار آن را در بعضی درخت‌ها امسال نیز دیدن ممکن است. دهقانان میگویند که امسال به کانال آنها آب بسیارتر آمد و امیدوارند که تا آخر سال وضع چنین ماند. یک هفته پیش هم آب آمده بود، هم پیتوای دادن و هم برای گندم دادن. نسبت گذشته خیلی خوب مناسبتان است. آب سر داده از جمهوری قرقیزستان میگوید که امسال آب نقض میشد میگوید. اکنون میرابا رفت آمد کرده، کوشش کرده آب آورده استانند. اما وضع در همه منطقه های مرزی یکسان نیست. برخی از خواجگی‌های دهقانی در ناحیه باباجان غفورov هنوز منتظر آب بودند. از یگان چیز چفتیم در اون سال وضع بین بود. از اون امسال تا اینجا آب نیست. نیست آب. چه کنیم؟ من پختی کاشته ماندگی آگفتن نکار آب نیست. ایساستگی زمین بود. این هم در حالی است که تا دوره مناقشه بین دو کشوری همسایه آب پالیزی به طور مستقیم از کانال‌های جانبی قرقیزستان به زمین‌های کشاورزی تاجیکستان جاری می‌شدند. اما تا حال کانال ها را سد بسته و تا به حال نکشادند. با این وجود دهقانان میگویند اگر از یک جهت سیلابی به مناسبت دو کشور وابسته باشد، از جهت دیگر به تغییریابی اقلیم بستگی دارد. خداوند دو ریسپوبلیک را صلح صلاحیت و خشکی باشد ما گرانیساندیم. این خلق گنده کرده نمیشه. چون که اینجا آب باشد استاشنک بالا زیاد باشد به تقسیم کرده میشد. خوجندم گیرد مایم گیرم نوبت ختم میشه. لیکن این آب کمانده هیچ کم گارانتی نمیتونه. مسئولان ریاستی بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت در نشست خبری امسال گفته بودند که سال گذشته از طرف قرقیزستان آب جاری میشده خیلی کم بود و آن از حساب خشکسالی آمدن سال ارزیابی میگردید. قریب 4000 گکتار زمین ناحیه باباجان غفورov و 4500 گکتار زمین ناحیه جبار رسولov از سای خواجه باقرخان آبیاری کرده می شود. دهقانان میگویند وضع سال گذشته کار صدها خواجگیداران را کساد کرده بود. 70-80% آدم وایسال بانکرات شد. پختر شکستند، مکدان شکستند، پیازای شکستند، گندم بیدت سنتر خود نقص خودش نپوشون. بیچاره آدم زمین پرتافته برافزادی. تأمین آب در منطقه های نزدیک مرزی از دشواری‌های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان نام بر می شود. تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. اولی همین هفته ملاقات رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف در شهر گلستان دایر شد. با اطلاع دریافتی آمادگی به آبیاری زمین‌های کشاورزی از موضوع اساسی صحبت رئیسان ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بوده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی از ناحیه‌های مرزی ولایت سوخت. و جامعه توجیکان در قزاقستان به مردم از آب و سیل زیان دیده این کشور ده‌ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچاندن برخی آنها کمک کرده است. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز توجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت زیاده 100 تن محصولات نیازی اول، لباس، کورپا و بالش رسانده شد. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایتمان آزادی.org دسترس نمایید. همچنین صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را از آن احتیاط کنید. وقت و نگهداری حرکت باشید.